با سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان گرامی. ما در این ثبت نام می‌خوایم آموزش ثبت نام دوره جدید ایران خودرو رو بهتون بگیم. ابتداً ایران خودرو رو سرچ می‌کنیم در گوگل، بعد به سایت اصلی ایران خودرو و از اونجا بخش آبی رنگ سامانه ثبت درخواست خودرو رو می‌زنیم. حالا ما چون قبلا ورود پیدا کردیم دیگه نیاز به ساختن یا ورود به سایت رو نداریم، یعنی اون تاییدیه موبایل اینا رو ما انجام دادیم، ولی شما میتونید با کد ملی رمز عبور و تاییدیه موبایلی که براتون میفرسته تو این بخش وارد سایت بشید و اگر هم کلا تو این سایت ثبت نام نکردید که باید ثبت نام بکنید. ما از بخش خودروها وارد میشیم، بعد بسته به طرحمون طرح عادی داره، فرسوده داره و طرح جوانی جمعیت یا همون طرح ما دارن. در این دوره خودروی جدید ریرا هم معرفی شده و میتونید انتخاب بکنید. ما یه مطلبی رو عنوان کنیم، فروش فوری داره، فروش فوق العاده داره و پیش فروش داره. این یعنی چی؟ فروش فوری یعنی شما الان ماشین رو انتخاب میکنید، 10 تا 20 روز بعد که اعلام برنده شدید پول رو کامل پرداخت میکنید و ماشین بدون افزایش قیمت در بازه 45 روزه به شما تحویل داده میشه. اما در فروش فوق العاده شما بعد از اعلام برنده شدن 10 تا 20 روز فرصت دارید پول ماشین رو پرداخت کنید. ماشین بدون افزایش قیمت در بازه بین 45 تا 90 روز به شما تحویل داده میشه. اما در پیش فروش شما بعد از اعلام برنده شدن تایمی که فرصت دارید 10 تا 20 روز هست، نصف پول ماشین رو الان میدید و نصف مابقی ماشین رو در زمان تحویل ماشین. البته اینم بگم که این احتمال افزایش قیمت ماشین هم به روز محاسبه میشه. خب ما بعد از اینکه وارد سایت شدیم، هر کدوم از ماشین ها بسته به نیازمون و اگر هم که میخواید که بفروشید بسته به اختلاف بازار بین اصطلاحاً کارخانه و بازار رو میتونید انتخاب بکنید. اینها رو از سایت ها میتونید در بیارید که قیمت کدوم ماشین بیشتر است، کدوم ماشین کمتر هست و بسته به نیازمون هم اگر مصرف کننده باشیم که میتونیم ماشین رو انتخاب کنیم. از بخش دریافت کاتالوگ میتونیم اصطلاحاً مشخصات ماشین رو کامل ببینیم. خب حالا بسته به نیازمون هر کدوم از این ماشینا رو که خواستید انتخاب میکنید. اما تو این مرحله چون خودروی ریرا معرفی شده، احتمال این که اصطلاحاً بازخورد خوبی داشته باشه و ماشینی هست که قبلا هم ویدیوها و اصطلاحاً کلیپ های ازش دیده شده، به نظر شانس افزایش قیمتش و یا شانس برنده شدنش میتونه متفاوت باشه. خب ما بعد تیک های اولویت رو میزنیم و تایید میکنیم. اما برای اینکه بدونیم این ماشین رو که انتخاب کردیم آیا واقعا انتخاب شده یا نه، منو سمت چپمون قسمت حساب کاربری و قسمت سفارش ها ماشینی که انتخاب کردیم رو نشون میده. ما در دوره قبل عدم برنده برامون خورده بود. اگر اونجا ما برنده شده باشیم اعلام برنده اتفاق میفته. موفق باشید.